شیکار اومدیم با پارت اول کال آف دیوتی. بچه من قبل از این که بخوام ویدیو بگیرم یک دو بازی کردم ولی این دفعه دیگه با شما. بچه ما برای شروع کار یه زامبی میریم. داداش کنم که آمه کیان آمه نفر سوم. خب ما برای شروع زامبی و اگه ببینیم وقت میشد بله من دارم که دارم زامبی میرم و بالا. پس ما میریم همین بچه من کار کنم یه بار حضر و نصف کردم خودت همینم یکم چیزه حالا من یه صدا اینو میریم اگرش دیگه ویدیو راستی یه چالش هم داریم بذار هر یه برد یه لایک بذار هر 5 برد یه ساب. بچه ما بازی شروع کردیم و منم یه جلوی این مپ تقصد اینم کشم اینم کشم اینم من اینم بوده اینها من هر 3 نفرش رو خودم کشتم. 72 جلوی میاره من میدم بزنید ما اینجا یه دونه از اینا میذاریم اینو من کشتم کلا من دارم میبرم همه من کشتم اینو من 10 بار کشتم که حالا اشکال نداره حاجی آدم نباید فشار بخوره که زندگی فشارش بچه هیچ وقت فشار نخوره چون این خود زندگیه که شما فشار میاره میبینید این خود زندگی که شما فشار میاره و شما هم در مقابل خودتون بایستید زندگی که ای شد این همه شروع شد بچه حالا لایک کردن این ویدیو یه وقتی کوچولی از شما نمیگیره یه چیز سفید میشه که دار داره من بزنیدیم دختر که ما خوشحال ممنون 4 نفر پشت سرم کشتم یه سیسی
بیا 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 یه لایک مرمی بزنید بوست بخورم این یه دور و یه لایک بچه ما نمیتونیم متاسفانه بچه بیاید عوض کنیم به جای هر 2 برد یه صاحب چون ما قراره در کل به ازای هر 2 برد دیگه 5 صاحب چون که ما در کل میخوایم 3 دور بریم و این دور تموم شه یه دور دیگه میریم یادش دیگه تموم 5 صاحب بکنید دیگه محرومی چون من موقع خیلی پر بازی کردم و بله اینجا اسکینا خفنا رو داریم الان هنوز بازی شروع نشد بچه ها آها شروع شد دارم خب این دارم باید ببرم ماشین نموندم 2 تفنگ من بچه ها من توی روز تونستم کنم 55 شده به جمع کنم من نکشم همش اینو من کشتم من نکشتم من نکشتم وایسا یه باد بهم بزنه مردم من فقط کسی کردی؟ باشه اشکال نداره مثلا نگاه تو زمین فشار بخوره بچه فشار خوردن بیشتر هم خودتو هم زندگی فشار بیا باخ مزه برد بیشتر میکنه چون اگه حریف آقا دارم حرف میزنم داشتم میگفتم داشتم میگفتم چی میخواستم بگم هیچ وقت فکر نکنم خودت هم خودت تو زندگی فشار میخوری چجوری زد این موقعی هم هست که آدم ضعیفه ولی سری قبل شادی بوده من کجایی بچه کوچولو بیا گفتم نه من بابا بذار حرف بزنم بچه یه موقعی هستش که آدم ضعیفه بدون ضعیف بودنم حدی تمومی داره دیگه مثلا من الان ببینید من مثلا در کل
مثلا من فقط کلان پیش رسانی و کلاس اولم فوتبالم ضعیف بود، ولی الان یه استاد فوتبالم. بله ما این تماس جواب نمیدیم چون ما دیگه باشه که نرفتیم مدرسه. اوه نفر دوم شدیم، خیلی هم خوبه. نفر دوم هم بشی یاد خوبه. و بله این دور آخر بچه ها. و بعدش یه ویدیو تموم. حسابم کنید که 5 نفر. اوخ زار مار. بچه ها داشتم میگفتم الان میگه ما 20 صدا کردیم چون سر خارجی دارن حرف میزنن و میخوان این که صدای منو نشنوید زیاده. یاره من مشکل ندارم خوشبختانه. مشکل از یارم. بچه ببینید من تو پایین که دارم میروزم هیچی نمیشه. میبینید هیچ انگار نه انگار که باختم. مزه برده بیشتر که چی آدم یه وقتا میبازه یه وقتا میبره. موقعا بردیم حالا یه باخت اشکال نداره حاجی. حالا اشکال نداره. 10 تا عقب بودیم دیگه. 10 تا هم کمه میدونم. 10 تا عقب این زیاده ولی مهم خود انسانیته. ویدیو تبدیل کردم به فلسفه علمی. بابا مرد بمیری باشه تو اون مثلا محسوس تو داری منم آربیتی ما دادن. ببینم اینطوری که مرحله نه خیلی با این جواب نمیده خوشی. باید با این بزنم. نه آخه با تیر کنی اشکال نداره. میبازه آدم ببازم اشکال نداره. شما روایت کنید اسکول. نمیدونم هست نه اسکول. اصلا منم سرم مخصوص خودم دونم باختیم اشکال نداره. آدم میبازه. این اسکولم این منو فکر نکنم کشته باشه. این منم
حالا اشکال نداره بچه هم. خداحافظ.